توصیه بخواید بکنید به کسایی که الان دارن حالا در آستانه ازدواجن یا تو رابطه‌ن و اینا، چی بهشون میگید؟ ببینید، باید که هر کدوم زندگی رو برای او بخواد، نه برای خودش. باید که شما اگر که مرد هستی، جوان پسر هستی، با خانم رفیق باشی، او هم با شما رفیق باشه. هر چی برای خودت بخوای برای او بخوای. باید بری تو مسئله اقتصادی وجود نداشته باشه. اولین خونه‌ای که خریدید به نام خودتون خریدید یا به نام خانمتون؟ به نام خانم خرید. اولین ماشینی که خریدید به نام به نام خودتون؟ خانم خرید. من هنوزم ماشینم به نام خانممه. فرق نمیکنه. شما زمانی میتونی با کسی زندگی مداوم داشته باشی که برای او بخوای، و هم همینطور متقابل هر دو و هم یکیه. مخصوصا مسائل اقتصادی و مادی اصلا نباید بهش فکر بکنی.